تحلیل تکنیکال چیست؟ یک تحلیلگر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهم یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است و از روند حرکت قیمت میتوان برای آینده قیمت حدس و گمان زد. حسن سرعت عمل در این روش تحلیلی بازار قابل مقایسه با تحلیل بنیادی نیست، چون این امکان را به ما میدهد که در مدت کوتاه‌تری نسبت به تحلیل پایه یا فاندامنتال تعداد خیلی بیشتری از سهام یا ارز را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. ثانیاً، نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی یا سیاسی به میزان تحلیل بنیادی ندارد. در حال حاضر تحلیل تکنیکال در اکثر بورس‌های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. اصل تحلیل تکنیکال: 1. همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می شود. 2. قیمت در یک روند حرکت می کند. 3. تاریخ تکرار می شود. 1. همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می شود. مهمترین اصل تحلیل تکنیکال دقیقاً همین است. هر عاملی که بر قیمت سهام تأثیر بگذارد، چه اقتصادی، چه سیاسی یا روانشناسی، به هر نوع قیمت سهام یا ارز اثر خواهد گذاشت و در نمودار منعکس خواهد شد. با این اوصاف، با تحلیل نمودن نمودار قیمت، بازار خودش به تحلیلگر نشان می‌دهد و در مورد آینده احتمالی آن پیش بینی می‌دهد. 2. قیمت در یک روند حرکت می‌کند. وقتی نوسانات بازار با روند حرکتی فعلی مطابقت داشته باشد، این حرکت قابل تحلیل است و برعکس یک بازار آشفته قابل تحلیل نیست. با مسلم دانستن این حرکت قیمت ناشی از روند حرکتی پیش رو، 2 مطلب قابل ذکر است. اول اینکه ترند جاری با احتمال بیشتری ادامه خواهد یافت و روند خودش بر نخواهد گشت. دوم اینکه ترند جاری ادامه خواهد یافت مادامی که ترند مخالف جایگزین آن شود. 3. تاریخ تکرار می شود. اگر به گذشته قیمت نگاهی بیاندازیم، الگوهای قیمتی را شناسایی می کنیم که حالات روانشناسانه بازار را به ما نشان می دهند. این الگوها وضعیت روانی حاکم بر بازار را نشان داده. آیا بازار صعودی است یا نزولی؟ این الگوها در گذشته بوده و اکنون نیز هست، چون اساس آن بر روی روانشناسی انسان است که در طول سالها بدون تغییر باقی میمانند.